سلام، خسته نباشید. امیدوارم حالتون خوب باشه. من ابراهیمم. توی ویدیو قبلی براتون توضیح دادم، چند تا داستان براتون گفتم. حالا تو این ویدیو میخوام براتون توضیح بدم که چطور با استفاده از اون داستان‌ها بتونید خیلی راحت جدول مندلیف رو رسم کنید و هیچ مشکلی هم نداشته باشید. خب شروع میکنیم. از گروه 1A شروع میکنیم. گروه 1A. درسته؟ خب براتون تعریف کرده بودم که چند تا لات سوگند یاد میکنن که روی پوست درخت بید دیده بودن که نوشته شده بوده که سزیو بوسکت فرانسویه. چند تا لات لیتیوم سوگند یاد میکنن سودیوم که پتاسیم. روی درخت بید روبیدیوم روی درخت بید روبیدیوم نوشته شده بوده که سزیو بوسکت یا سزیو کاوالیو، هر کدوم دوست دارین حفظ کنید، که سزیو بوسکت فرانسویه. گروه بعدی، گروه 2A اصلی. بریم برلیوم، سوار MG بشیم MG. که کلافه شدم کلسیوم، بس که استراحت کردم استرانسیوم. با یک باریوم رادیوم. گروه 3 اصلی. داشتم تو خیابون راه میرفتم، دیدم یه آقایی که موهاشم بور بود داره آلومینیوم میفروشه. آلومینیوم. گفتم ببخشید شما کی هستین؟ گفت من گالیوم. میخوام برم هند و ایندیوم، تایلند رو سفر کنم تالیوم. پول ندارم، بیا تو رو خدا از من آلومینیوم بخواه. ایندیوم که همون هند دیگه، ایندیوم. تالیوم هم که همون تایلند. خب عرض کنم به خدمت شما که من گروه 4 هستیم. یه میله کربنی رو 30 بار لیست زدم سیلیسیوم. نمیدونم چی شد که به آلمانیا برخورد. آلمانیا اومدن منو گرفتن بردن توی قلعه سرب ریختن تو حلقم. PB سرب. گروه 5 اصلی. 5 داشتم رانندگی میکردم، دیدم که یه ماشینی از پشت سر نیتروژن اومد جلوم وایستاد، من نگه داشت، پیچید جلوم. ماشین سبز فسفوری بود. سبز فسفوری بود. یه مرد آراسته پیاده شد. آرسنیک. گفتش که شما یک آنتی ویروس سفارش داده بودین. آنتیموان. اینم سفارشتون. گفتم بابا دمتون گرم، من 1 دقیقه پیش سفارش داده بودم، آخه به این سرعت کارتون خیلی بیسموت. دمت گرم. گروه 6 اصلی. 6A. عرض کنم به خدمت شما که یه اسکلی مثل من، اکسیژن، از تو سوراخش اومده بود بیرون سوراخ. به سلنا خانوم زنش زنگ زد سلنیوم. به سلنا خانوم تلفن زد تلوریوم ببخشید. و گفت پلو رو زود آماده کن. پولونیوم.
درسته؟ گروه 7A 7 اصلی. فعلا که اوره دارم، فلور. قبلا که اوره نداشتم تو استخر بدون کلور شنا میکردم. اوه بریم بروم. که دست استالین، دست به عربی میشه ید، حالا یوده اینجا، که دست استالین رهبر معروف، استالین، حالا این استاتینه با آتینشون، استاتین. خب گروه بعدی، گروه 8A، گروه گازهای نجیب. حالا 8A خود بالاتره. 8A هیلیوم. هلنا خانوم خود بالاتره، هیلیوم این بالاست. هلنا خانوم هیلیوم با نگار خانوم نئون. آرزو دارن آرگون. که کریم آقا کریپتون با زینب خانوم براشون یه رادیو بخرن، رادون، RN. اگرم شبه فلزا رو اینا رو بخوایم ببینید، این سموتو، پولونیوم و تلوریوم و آنتیمون و استاتین و سیلیسیوم، اینجوری بگم، آلومینیوم جزوشون نیست، بور جزوشونه. اینا شبه فلزن، اینا نافلزن، اینا فلزن. خب همین خیلی به دردتون میخوره. البته من همچنان دارم سعی میکنم که عناصر واسطه رو هم به صورت داستان در بیارم. من میخوام این کانال رو ادامه بدم، از این روش‌های خلاقانه توی کانالم بذارم. اگر کسی هستش که از این فکرها میکنه، روش‌های خلاقانه داره، خب حتما قصد دارم که باش همکاری کنم. اگر پیشنهادی، انتقادی، سوالی چه در این باره چه درباره کل شیمی دارید، لطفاً کامنت بذارید توی آپارات. و یا اگر نه، اگر نمیخواید که پیامتون رو دیگران بخونن، میتونید به من ایمیل بزنید. ایمیلم هم ابراهیم موسوی حسب بله ادساین yahoo.com. به من ایمیل بزنید اگر ایده خلاقانه‌ای دارید، از این روش‌ها بلدید، به من ایمیل بزنید، با من همکاری بکنید که این کانال رو به نام خودتون گسترش بدیم و پیشرفتش کنیم که مردم بتونن لذت ببرن از این روش‌ها. خب خیلی چاکرم و خداحافظ تا ویدیوهای بعدی.